سلام. سلام. خب چالش نخندو داریم ولی ما میخندیم. ولی من نمیخندم. چالش نخندو داریم بعد با کلیپ هایی که دوستا بازی کردن رفیقامون. ببین دیگه بریم ببینیم. خب یه ترکیبی هم هستش که قبل فیلم برداری گذاشتیم، هر کی تا 3 بار بخنده اون ترکیب رو باید بخوره. خیلی هم بدمزه خیلی آدم میگه من خودم میگم خدا شاهده، میگم من ندید پدیدم دیگه. آقا بگو خواهر کسه چه کفشه کسکش آقا خواهر مادر زندگی تو گردم این اندازه تنته کسکش آقا کفی انقدری آدم بگیره. قدیم این فامیل های ما که می اومدن خارکسه لوکوموتیو مسکو باشه کفش کسکش به سمت اژدهای بالایی بگم آقا میگه من خودم میگم خدا شاهده مادر رو در ابراهیم ساعت زندامون کرد کام سرمایه تو اول خندی بعدی دارم بندگان تو بیشتر از تو دوست دارم، ولی اون عشق و محبتی که تو من میدی رو میدونم بندهاتم به من میدم. برو اونور کثافت پشه دیگه بابا کثافت پشه یه پول اونور یه کثافت پشه بوسش میکنه. چندش چندش پشه رو بوس کردم مرد. چی داره چی نداره تهش خارکسته اینجاست. این ته زندگیه، این ته بذار ببینم مثلا این الان چند سالشه. بیا این آقا سال این که خارکسته 927 میخواستی چیکار کنی تو این دنیا تا سال 927 دنیا آمده دیگه. خار زندگی رو گاهیدم. ببینم این جوون میتونم پیدا کنم. این چند سالشه؟ این 986 دنیا اومد 896. اینجا خارکسته قبل اعصاب کف خارکسته اشتباه خدا میگه قبل اصحاب و کفه. چند سالشه؟ کلیپ بعدی هر بزنم بیام سلام آقا ایسان، لباستون آوردم 35 و بعد ازدواج نکنیم اینجوری کسخور میشیم مثل من. خب مثل اینکه من باختم و اینکه ویدیویی که میذارم قرار بودش من فکر میکردم پریا میبازه ولی من باختم خودم باید بخورم. یا ابوالفضل نمیخواد همش رو بخوری. واو